پس از چند سال فعالیت جدی شما دوباره شروع شده. فکر میکنین مردم، شنونده های موسیقی چقدر میتونن تحمل کنن که توی کنسرت بشینن و چند دقیقه رو تحمل کنن که قطعات بدون کلام بشنون؟ با توجه به اون سابقه که شما از مردم، از شنونده های موسیقی دارین، فکر میکنین که درصد با کلامی که شما بیشتر انتخاب کردید به دلیل ذائقه شنیداری مردم باشه یا نه، یا باز اون حس درونی شماست؟ دقیقاً حس درونی منه. من هیچ وقت به خاطر خوشامد یا پسند شنونده نه کوتاه آمدم نه کاری رو که انجام دادم، بلکه من از این مردمم، دوستشون دارم، عاشقشونم، ولی گاهی هم دلگیرم ازشون و من پیام خودم رو قراره که به مردم بدم و به هیچ روی به خاطر خوش آمده آنها یعنی شنوندگانم هیچ تمهیدی رو به خرج ندادم و نخواهم داد. من حرف خودمو میزنم، امیدمندیم هممون که مردم خوششون بیاد. در خانه ما رونق اگر نیست، آنگاه میگیم در خانه ما رونق اگر نیست مهم است.